میخوام کار با دریل شارژی و یک سری از تنظیماتش رو آموزش بدم. سه نظام رو باز میکنیم. اگه بسته بود ببینید دکمه فلش به سمت عقب رو میزنید، سه نظام رو نگه میدارید، باز میشه. مته رو قرار میدیم، دکمه رو عوض میکنیم و جهت بستن میذاریم، سه نظام رو نگه میداریم. خیلی آروم. شارژی ها سه نوع عملکرد دارن. عملکرد اول پیچ‌گوشتی، عملکرد دوم حالت مته ساده و عملکرد سوم مته چکشیه. یک که حالت سرعت پایین برای اجسام سخت مثل بتون و فولاد، و حالت دو که سرعت زیاده برای اجسام سبک مثل چوب یا ورقهای سبکه. یه سری اعداد دور حلقه شارژی ها هست که میزان گشت آور باهاش تنظیم میشه. توی حالت پیچ‌گوشتی اعداد 1 تا 10 برای پیچ‌های نرمه و اعداد 11 تا 20 برای پیچ‌های سخته. تو حالت مته اعداد 1 تا 12 برای حالت‌های چوب و ورق‌های سبک و اعداد 12 تا 20 برای سطوح سخت. نکته خیلی مهم و حیاتی: برای تست قدرت دریل شارژیتون هیچ وقت این کار رو انجام ندید. اول اینکه به سه نظامتون آسیب میزنه و دوم اینکه گیربکس رو از کار میندازه.